کنی بر در خونه. دخترم محبوره سلام نامجه. راست چی کن؟ هیچ گفت نه. کم تلک گفتم بوده همش حال شد. شهنازه لبه صورت رو نشون بده. کدام صورت؟ من چیز و چوره رو جمع خونه میروی. نه من هیچ کجا نمیروم. خونه میروی مستم خونه میروی. نه من سکری جا. نامجه التماس من با هیچ کجا نمیروم. نه خونه میروی نمیشم. من یک دقیقه هم نمیمونم که تو در این خونه بمونی. خونه میروی دخترم. التماس. نه دختر جان من دیگر با دفت تو گوش نمیرم. خونه من همین. من دیگر جای میرفتگی ندارم. التماس من دیگر بولکت منظر التماس. نه یادتون هست شب توی عروسی هم خودتان گفته بوده من با اون خونه دیگر راهی بازگشت ندارم. السلام علیکم. و علیکم السلام. چیلت اینجاست بودو؟ کنی باید پسری مشت زیرتون های؟ همینجا بر ایلوی دستانش خشک شد. من کایی که دخترم رو نبینم یک جای بدنش زدگی سیوی کبود شدگی. محبوره دخترم گوش کن تو فکر میکنی که من هیچ چیز رو نمیدونم. آخر همیشه میگفتی که زندگیت خوب تو خوشبخت هستی. این احوال رو میبینم و جگرم میسوزد دختر جون. آخر تو برای بدبخت شدن برای مشت و لگد خوردنت اینجا آمدی. تمامی اولادم برای به شهریار به شوهر برآمدنت از تو روی گردانده. همش به خاطر همین زندگی. نه من دیگر نمیگذارم که یک طوری مویت اذیت کشم. رفتی بورا دختر جون من میدونم من خطا کردم. اون گپایی که من گفتم من سری قهرم گفتم. تو برای اون گپای من شده خودت رو نابود نساز دختر جون. تو من رو ببخش. تو بخش مرکه ریزینجوی مری کمتر بخش مرکه. میروی جونی مادر. من تو رو در این جهنم نمیمونم دختر. های استید های خدا. حالا جان ایستو التماس میکنم آرام شوید. حاضر شوهرش میآید همه کس روی برای گام میزنیم. میبخشید خدا اشتباه نکنید. پسرم خطا کرده است. من از نام میبرید بزرگ میپرسم. برای دخترم خانه دارم. دیر شد. همین قدر وقت کجا بوده؟ همه اتون میدیده که چطور وای پسری حیوان صفتتون دخترم هم میزد. تماشا کرده گشته؟ اینجا حیوان من یکی 10 سال باز گوساله بفرمایید تربیه بکنم. من حیوان یا شما یکی گوساله تولد کردید و به ما دختر احمق. تو از خرم گذراندی. صدقه گپای من شد. رفتی دخترم. هیچ نمیشه نگیر. رواد دب شود. گم شود نبینم. دوای. هیت. روید دب شوید. این یکی از صحنه‌های سریالی خانه است و من باور دارم که آن به شما پسند آمد. اکنون شما تصور کنید که 10 قسم 10 سری همین گونه صحنه ها و این البته از بهترین صحنه های سریال نیست. ما بهترین صحنه های سریال بعداً برای شما پیشکش میکنیم. سال 2024 در راه است و ما اهل تیم کینوخانه تلاش داریم که سریال خانه را در آغاز سال 24 به شما پیشکش نماییم. این که سریال خانه به همه شما پسند می آید و خیلی مشهور می شود یگان شبهه نیست.
اما مسئله این است که کانال کینوخانه هنوز نو است و مشهور نشده است و شماره ابونچیانش هم کم است و این که ما سریال میبراریم و آن را کم آدمان تماشا میکنند، این یک مسئله میتواند ایجاد کند برای آنهایی که میخواهند سرپرست باشند. برای سرپرستان نشان دهنده خیلی مهم است و هیچ کس نمیخواهد به فیلمی که 5000 تماشابین تماشا میکند مبلغ گذاری کند. البته همه میخواهند اطراف اون فیلم جمع شوند که 1 میلیون تماشابین تماشا میکنند. برای آنکه سریال خانه براید و ما سرپرستان را قانع کرده توانیم، خیلی مهم است که این ویدیو را شماره زیاد آدما ببینند. دوستان عزیز، اگر شما واقعا میخواهید برای برآمدن سریال خانه و رشد سینما سهم گذارید، لطفاً این ویدیو را لایک کنید، زیرش فکراتون نویسید، لطفاً به همه دوستاتان تقسیم کنید و حتما پادپیسات کنید. به این واسطه شماره تماشابینای این ویدیو خیلی زیاد میشد و ما امکان پیدا میکنیم که سرپرستان را باور کنانیم که سریال خانه را آدمان خیلی زیاد خواهند دید. قبلا از همه شما سپاسگزاری میکنم که این ویدیو را لایک زدید و حاضر کامنتاری میکنید. این ویدیو را به دوستاتان تقسیم میکنید و حتما پادپیسات میکنید. تشکر که با ما هستید. با کینوخانه باشید. همراه رشد میکنید.